در واقع تفاوت این دوتا جمله I will take care of it immediately و consider it done توی رجیستر یا اون محیطیه که شما توش قرار دارید. مثلا شما هر چیزی رو نمیتونید به استادتون بگید، مثلا به دوستتون میتونید بگید چه خبر خوبی، ولی خب حالا به استادتون میگید که وقتتون بخیر. خب بگم بیان متفاوت. I will take care of it immediately هم و consider it done هم از اون دوتا جمله ها. شما اگه یه کوچولو با استادتون صمیمی تر باشید میتونید بگید که consider it done، یعنی استاد انجام شده فرضش بدون. ولی خب توی محیط های رسمی تر خب این consider it done اون اطمینانش هم بیشتر، ولی توی محیط های رسمی تر بهتره که مثل سر کار، دانشگاه از I will take care of it immediately برای وقتی که بهتون یه وظیفه میدن استفاده کنید. موفق باشید.